بعد از یه حادثه دیگه تحمل کردنش برام بسیار سخت بود. میفهمم که مرا درک میکنین. شاید روزی که تمام درد و رنج فراموش کرده پیش شما به این بازو روز مرا شاید ببخشین، اما حال مجبور استم که برم. چتنه بچه، فکر میکنی قلبیم دوری اولادای خدا تحمل کنه میتونه؟ با رفتنت مرا آهسته آهسته در قبر میبری. تو در اونجا چی خود کردی؟ چه قسم زندگی میکنی؟ آی چطوری احمق، البته که دیوانه هستی. باز من مقصر شدم، بین ما و خلایشه آمدی، اما این کارت بی جواب نمیمانه. باز خواد دیدی بچه لوده، به یک شکل تو را پیدا میکنم. او وقت چهره واقعی تو را همگی خواد دیدن، خلایشه هم خواد دید. خلایشه لطفاً قسم نکن، سرم قهر نشو. بیبی باور کن جگر خون شدم، نمیخواستم قسم شوم. چیزی که جگر خونی فایده نداره. چتن از خاطر توی خانه رو هلاکت. خلایشه جان، ببین درست است که با هم جنگ کردیم، اما من نمیخواستم قسم شوم. در ضمن به همیش خونه رفته، با چند روز رفته و پس می آید. تشویش نکنین، وقتی آمد باز وقت خود فهمیدین که ما اشتباه نکردیم. بگی بخون، به نظرت کسی که رو نوشته کرده دوباره می آید؟ اگه نمی آید باز ما پیداش کردم میارمش. امی خوب است که شما جگرخون نباشین. از کجا پیداش میکنی؟ کدام نشانی نداره؟ چه قسم پیداش کرده میاری؟ حتما کسی او را دیده که کجا میره. از همگی میپرسم، بالاخره او را پیدا میکنم. دیشب باز خواب چی دیدین که این صبح وقت بیرون میرین؟ بله برق تاویل میکنم، بعدش هم خانه کاکت نرو. بله برق تاویل کو، زود بیا که در خانه کار است. خانه را پاک کردم، نانم دیروز پخته کرده بودم، دیگه چی کار است؟ پرده خانه کاملا چرک شده. هفته پیش شستم، چی وقت چرک شد؟ چی بفهمم، هیچ پاک معلوم نمیشد. باید دوباره 6 تا شب. تو هم بس کو وقدر بهانه نکن. امروز باید تمام پرده ها را بشویی عروس. درست است. مادر تو خود گفتی خانه خلایشه امینه. هفته نو میریم یاد داریم. حالا تو داخل برو، من بلا برق تاویل کرده دوباره نه وقت نکنی، زود بیایی. بله دخترم. بله مادر، چطور هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستم دخترم، تشکر. اما صدایت خوب نمیه. نگه چیزی شده؟ چتن و قدرت بازم جنگ کردن؟ نه خیر دخترم، ما خوب هستیم، تشویش نکن. خدا را شکر.
راستش میخوایم آمده تو را ببینیم اما خوشویم. حق و ناحق برام کار میکشه. به تشویش ما نباش دختر، ما خوب هستیم. تو متوجه دخترت باش. به ازو اگه بیایی چی خود کردی باز میبینیم. خدا میسپارمت. خدا حافظ مادر جان. معذرت میخوایم دختره. اگه برات میگفتم که بیادرت اینجا را علاقه در رفته باز میامدی. اما وقتی که رو پیدا نکنی چی فایده داره؟ من خود جگر خون شدم. نمیخوایم تو هم جگر خون شوی. روز به روز بهتر میشی ماشاءالله. از برکت شماست. به خاطر همه چیز تشکر میکنم از ما. چی کردیم ها؟ راستی چند روز پیش برات چیزی گرفته بودم، از یادم رفت که برات بدم. برات یک تحفه گرفتیم. بگی این از تو است. تحفه گرفتی؟ چرا خدا به زحمت ساختی؟ گفتم شاید به ضرورت داشته باشی. اما تو خو میفهمی که او را باز کردن نمیتونم. میشه امرایم کمک کنی؟ انشالله در از بلا از همه چیز حفاظت خود کرد. دیگه بدی به طرفت نمیایه. انشالله. زیاد خوشم اومد. ای توفیت بسیار برزش است. واقعا تشکر میکنم. عمر؟ آی بیادر. من حالا خبر شدم. چطور هستی؟ خوب هستی؟ تشکر بیادر جان. قسمی که میبینی خوب هستم دیگه. سلام خانم اسما، شما چطور هستین؟ زنده باشین، خوش آمدین. من خوب هستم، بفرمایید. خب پلیسا چی کردن؟ اون نفر پیدا تانستن؟ نه خیر. راستش فکر نمیکنم که را پیدا کرده بتونن. دعای مردم پشتت بوده بیادر. بسیار زود خوب شدی. از برکت خانم اسماست. خانم اسما زنده باشه. از امو روز اول همراهیم است. نمیفهمم این خوبیش چه قسم جبران کنم. خوب دیگه، توجه به مریض بسیار زیاد خوب هست. وقتی همراه مریض کسی باشه که همیشه متوجه او باشه، برش قصای خوب بگویه، باز مریض زود خوب میشه. این خود طبیعی هست. فکر کنم سیروم خلاص میشه. من میرم پرستار خبر بدم. اوه بسیار با محبت طرفش میبینی بیادر. محمد باز شروع نکن. ما خانم اسما فقط دوست هستیم. قبلا من برات گفته بودم. با هم دیگه بیادر. اگر از من پرسان میکنی برات توصیه میکنم که احساسات خودت پنهان نکن. برو برش بگو رفیق. عمری وضعیتت ببین. از دام و مرگ دوباره برگشتی. معلوم نیست که فردا چی خود شد. زندگی رو به امروز و فردا همان. حالی که این فرصت برات پیدا شده به این سادگی از دست نتی. بعداً پشیمان خود شدی. برات گفته باشم. شبناک ما برنده شویم. حالا دیگه اسما پارتو. چرا ما را علاقه در رفتی؟ خدا تسلی می دادم که خداوند مرا دوباره به اولادم نزدیک ساخت و زندگی مرا خوب ساخت. خوش بودیم که با هم یک جای هستیم. به خاطر هیچ کدامتان تشویش نداشتم. حالا شما را یک قسم دیده نمیتونم. خدایا برم کمک و خواهش میکنم. بیش از مردرم میخوایم اولادم یک جای بسازم. میخوایم دشمنیشان از بین ببرم.
بله آقا شاهین، ما فعلا در پیش خانه آقا ترگوت هستیم. امی که بچهش بیرون شوه بعد تعقیبش میره. در یک جای مناسب رو دستگیر میکنیم انشالله. درست است آقا، براتون اول میتیم. چی میگی قدرت؟ چرا بار بار برام زنگ میزنی؟ گوش کو کمی آرام باش نیسا. معلوم میشه که چتن باز کار خدا کرده. گوشای تو هم پر کرده. تو هم فریبش خوردی ها؟ هیچ باورم نمیشد به خدا. آی بسیار گپای حق ناق میزنی. من زیاد وقت ندارم گپای ناق را گوش کنم. قدرت میرم که در زارم. هر گفتنی که داری زود بگو، قطع میکنم. درست است، معذرت میخوایم نیسا. امروز درست گپ نزدم، گناهی من است. چتن خانه را ایلا کرده. همگی فکر میکنن که من مقصر هستم. از او خاطر همگی قهر هستن. تو میفهمی که چتن کجا است؟ لطفاً برام بگو. اگر میفهمیدم بازم نمیگفتم. میخوای به او ضرر برسونی ها؟ گوش کن، قسم میخورم که هیچ کاری نمیکنم. در ضمن بسیار پشیمان هستم. میخوایم که اشتباه خود جبران کنم. میشه که نشونیش برام بگویی لطفاً؟ حتما نمیخوای کامرتون گپ بزنه. چرا قشلگی میکنی؟ به خاطر خالاش. خاله عایشه، شما خوب هستین؟ چطور خوب باشم بچه؟ نمیفهمم که چتنده کجاست، چی میکنه، با چطور خوب بوده میتونم. لطفاً خاله عایشه دیگه جگرخون نباش. اشکای تا پاک کن. نشانی چتن پیدا کردیم. او قدر دور نرفته، خارج از شهر نرفته. دمی نزدیکی خانه یک دوست خود از خاله عایشه. این نشانیش است. راست میگی؟ یعنی که چتن هنوزم اینجاست؟ مطمئن هستی که همین نشانیش هست؟ بله مطمئن هستم. از یک دوستش، یعنی از رئیسش گرفتم. زنده باشی. خب دیگه آقا چتن، وقتی گپ کلان بزنی باز حتما همه قسم میشه. قدرم ساده نبوده. وقت تمام راه ها بسته میشه باز نمیتونی فرار کنی. یعنی در این شهر بزرگ مثل زندانیا خود بودی. مسافرین زیاد شده. تمام طیارات پر است آقا. چند روز میشه از خبر ندارم. کمال دیوانه شم چتن. تو خوب هستی؟ چیزی نشده، خوب هستم. فقط کم خسته شدیم. چند روز است که به زنگان جواب نمیدی. باز در صبح وقت مرا خواستی میخوای برام چیز مهمه بگوی. چی گپ شده بگو چتن؟ بلیاز خدا بگو چی شده چتن؟ ما دیگه به تو کار نمی کنم.
باید یک راننده دیگه پیدا کنی. چتن گپای ناغ نزن، چرا این کار میخوایی بکنی؟ نکنم کار کردم که سرت بد خورده ها؟ تو چیز نکردی. همین لازم بود. باید از این شهر برم. چتن لطفا نرو، صبر کن. درست است، اگه خواسته باشی این کار اعلام کن، اما اول باید گپ بزنیم، شاید کدام چاره پیدا کنیم. ناغ زحمت نکش. مشکل من هیچ چاره‌ای نداره. از کجا میفهمی؟ بیا کمی گپ بزنیم. کسی معلوم میشه که میخوای تنها باشی. بیا تو را به یک جای میبرم که کسی پیدا کنه نتونه حل. اگه خوشت نامد باز وقت دوباره رفته میتونی حل دیگه. بیا باورم نمیشه توی دمت قدرت ببین. از این که کدام کار من نبود که انجام میدادن. چته؟ آی باید دیگه چته لیست قصهش نشو. تو خودت چی در خود نساز. من هر ملاک سرشنگی بیایم. تو به زندگی خود فکر کن. تو هر قدر خواسته باشی اینجا بودن میتونی، خانی خودت برس. با قدر زیاد اینجا نمی باشم. چند روز خودم تصمیم خود گرفتیم از اینجا میرم. فکر نکن که مرا به زحمت بسازی. من رئیس نیه بلکه دوستت هستم. به هر صورت من دیگه باید هر چی زودتر دانشگاه برم. چتر بیبی راحت باش، چای صبحت بخور، اما بگی اینجا رو خانی خود فکر کن. وقتی که درسم خلاص شد چتر بیا پس یک رستوران میریم. درست است؟ درست است، میاییم. پس خوب است، به امید دیدن. خدایا تو کمک کنن دستی. برام کمک کن که بچه ما پیدا کنم. خدایا خواهش میکنم چتن بچه ما پیدا کن. برام توانایی بده. کمکم کن پروردگارا. خاطر چی در جستجوی آفتاب و نور هستی؟ با فرار کردن از تقدیر چیز تغییر نمیکنه. انسان اگر آرامی قلب خود دور نسازه به هر جایی هم که بره آرامش به دست نمیاره. قسمی که به هر کس خانه خودش امن‌ترین مکان دنیاست. همین قسم باید به یک مریضم توجه صورت بگیرد تا صحتیاب شود. قسمی که اشیاء قیمتی در جای خود ارزش دارن، همین قسم انسان هم در هر جایی که زندگی میکنن دارای ارزش زیاد میباشن. با فرار هیچ چیز جور شده نمیتونه. باید قلب خود راحت بسازیم تا راحت شویم و از عذاب وجدانی که داریم باید خود نجات بدیم. در وجود هر انسان بدی وجود داره. از همین خاطر راحت نمی باشیم. زندگی خودش یک مبارزه است. باید مبارزه کنیم. چرا چوب شدی؟ من حالا دیگه باید برم. در دفتر کار زیاد است، باید حلش کنم. من خودم از کار دور هستم، حالا وقت تو رم گرفتم، اما تو نیست اسما. خداوند کسی را مریض نسازه. باورت میشه؟ میخوایم از اینجا فرار کنم، هرچی زودتر سر کار خود برم. میخوایم هرچی زودتر مرخص شم. فعلا پیش دکتر میرم، شاید برات خبر خوش بده. بی صبرانه منتظر میباشم. چی شده؟ چیز را گم کردی؟ دستبندم. فکر میکنم دستبندم کدام جای افتیده. اگه در اینجا افتیده باشه باز پیدا خواهد. چیز کار نداری، من میرم. به خاطر همه چیز تشکر اسما.
بسیار مزه‌دار آمده نریمان جان، دستای درد نکنه. نوش جان خواهر جان. نوش جانتان. خوش آمدین خاله یلدز. اوه بالاخره تشریف آوردین سحر خانم. کجا بودی؟ به خاطر طویلی بل میری چند ساعت گم میشی خانم. پردار ده تشناب برات ماندیم. بانک زیاد بیرو بار بود همیانه خلاص شد. حالا میشویم. بانش باشه. برو ظرف آرا بشه که زیاد شده. درست است مادر. آی خواهر جان میفهمم این دختر هر روز ده بیرون است. بربانه بیرون میشه میبینی که 2 ساعت 3 ساعت هنوز هیچ درکش نمیباشه. هر روز یک بهانه نو پیدا میکنه. نه یفهمم درو خسته شده، نه یفهم پیش خالایش میرم، نه یفهم بلا تاویل میکنم، نه یفهم امروز چی کنم. عروس ده بیرون است، یک دقیقه که چشم از سرش پس شما باز فرار قدم میره. با خدا عروسای همسایه را میبینم که عروس دست پای خوشی خدا چاپی کده میشینن، چقدر خوب است. اما این عروس مرا ببین، حتی یک چای هم دم نمیکنه. خواهر جان نشانی که گفته بودین همینجا زی منطقه دیگه قسم یک جای نیست. انشالله که همینجا هستی بچه. خدایا لطفا ناوقت نکرده باشم. خدا کنه که بچیم دروازه را باز کنه. توبه یعنی نیسای قدر پس زود آمد؟ فکر کردم که رفتی. فکر کردم که ناوقت کردم. فکر میکردم که تو را هیچ وقت نمیبینم. اما خدا را شکر که اینجا بودی. من همینجا هستم خالایشه. ای جایی نرفتیم، لطفاً گریه نکنین. ببینین پیش رویتان هستم. تو هم اشکایت پاک کن بچه. جگر خون نباش. من خوب هستم. همه که تو را دیدم باز بسیار خوب شدم. چرا بچه؟ چرا ما را الا کده رفتی؟ ما خود گپ زده بودیم. تو خود منصرف شده بودی. تحمل نتونستم خالایشه. نتونستم تحمل کنم.
کاش که پیش ما می آمدی. حداقل برام خبر می دادی. با هم بیرون می رفته. وقت نامیت خواندم جگر خون شدم. از پشتت به میدان هوایی رفتم. تا صبح در اونجا منتظر بودم. از هر کس پرسیدم اما دست خالی برگشتم. خالش شما بسیار یک انسان خوب هستین. شما کس هستین که مثل شما هرگز در این دنیا کس پیدا نمیشه. لطفا حقتون رو ببخشین. باور کنین نمیخواستم شما رو جگر خون بسازم. میخواستم برم. میرفتم اما تکت تیاره پیدا نتونستم. شکر که پیدا نتونستی. یعنی خداوند دعای مرا قبول کرد. شما از کجا فهمیدین که من اینجا هستم؟ چی فرق میکنه بچه؟ خدا را شکر تو را پیدا کردم و دیدم. حالا بچه بیا که به خانه خود بریم. هیچ وقت خاله عایشه. هر چیزی که از ما بخواین انجام میدم اما ایره نخواهین. فعلا رفتن نمیتونم. به خصوص فعلا این کار نمیتونم. خواهش میکنم زد نکنین. درست است بچه. همین که تو را خوب میبینم و نشانی تا پیدا کردم همین برم بس است. دیگه چیزی نمیخوایم. خاله عایشه لطفا خدا جگر خون نسازین. در تمام زندگیم هیچ کس با این اندازه دوستم نداشته. حالا اگه شما من قسم گریه کنین باز من خدا نمیتونم ببخشم. اما با اون خانه اومده نمیتونم. حتی اگه به خاطر شما باشه بازم نمیتونم. درست است بچه. من خوب هستم. تو تشویش نکن. کم احساساتی شدم. تو متوجه خود باش. خدا خسته نساز. خوب دیگه حال میرم. صبر کنین تنها نرین من میرسانمتان. هیچ ضرور نیست بچه. تو استراحت کن. من خودم میرم. نه خیر بیاز مشکل نیست من کار ندارم. حالا دیگه چی فکر میکنی رفیق؟ عمری وضعیت ببین. از دام مرگ دوباره برگشته. معلوم هم نیست که فردا چی خواهد شد. زندگی امروز به فردا نمان. فرصتی که امروز به دست آوردی به این راحتی از دست ندید. بعدا پشیمان خود شدی برات گفته باشم. سلام. میبخشید. فکر میکنم شما را ترساندم. من عمر هستم. مکان جدید تبریک با شما آمد. بسیار کار خوب کردی. بسیار جالب. تشکر بیادر شد. ینگه جان شما چطور؟ از مکان ما خوشتان آمد؟ زیاد ترسیدم. فکر کردم داره چیزی خواهد شد. یعنی شما را چیزی خواهد شد.
به نظرم دیگه ما و شما گفتن کنار میمونیم. نظرت چی است اسما؟ میفهمی که ایره باز کردن نمیتونم. میشه امروی کمک کنی اسما جان؟ بچیم چطور هستی؟ عمر جان خوب هستی؟ پادر جان شما چی وقت آمدین؟ متوجه نشدم. تو چی فکر میکردی بچه قندم؟ کدام خبر بدخونه است؟ نه خیر نیست. خوب شدیم دیگه از اینجا خسته شدیم. اسما رفت که امروی دکتر گپ بزنه. شاید مرا مرخص کنه. خداوند از اسما دخترم راضی باشه. چند روز میشه که مثل عضو خانوادی ما در اینجا است. خیریت باشه. چرا خنده میکنی؟ ای چه همون تو پدر جون. عمر من پدرت هستم. هر چیزی که فکر کنی حتما او را میفهمم. گریه هایت خنده هایت تو را چیزی شده برم بگو. یعنی راستش نمیفهمم که چطور بگویم پدر جان. واضح بگو بچیم دیگه. نیک از من میترسی چطور؟ وقتی که گفتی اسما خانم مثل خانواده ماست، یعنی اسما خانم دختر خوب است. در حالت همراه ما بود پدر جان. یعنی اگه همراه ما می بود چقدر خوب می شد همه نیست؟ من پیش هدیه خواهر میرم اما فکرم طرف تو خود بود. لطفاً بچه متوجه خود باش. مرا به خبر نمانی، درست است؟ خالایشه زنده باشین. شکر که هستین. تو هم زنده باشی. به خدا می سپارمت. بچه قندم بسیار جگرخون هستی. خدایا تو امرش کمک کن. چقدر میمانو خوب داره. خوش آمدی خواهر جان، خوش آمدی. خوش باشی خواهر جان، خسته نباشی. زنده باشی. چی شده خواهر جانم؟ چرا یک قسم هستی؟ چتن رفت خواهر. چطور یعنی؟ تو خود گفته بودی و را قانع میسازی که نره. حالا باز چی شده؟ ما همه قصه فکر میکردم اما تصمیم خود تغییر داد. یک نامه برم نوشته کرده بود، بسیار جگرخون شدم. دیشب مرا هلاک کرد و رفت. فکر کردم که رفته، اما خدا را شکر که پیداش کردم. فعلا نمیخواه که به خانه بیایم. چتنم بسیار درد میکشه. چی بگویم خواهر جان؟ اما ما هم جگرخون هستم. قلب من زیاد درد میکنه. این همه کارا به خاطر او اولاد شده که ما تربیش کردیم خواهر. بسیار زیاد بد است به خدا. نمیشه خواهر. هر کاری که میکنم بازم اولادم یک جای ساخته نمیتونم. من کوشش خودم میکنم اما هر چیز برعکس میشه.
بسیار زیاد میترسم که اولادای من چیزی نشه. زیاد خونه میخوایم خواهر جان. فقط میخوایم نفسهای آخر مده کنار اولادایم بتم. صبر که خواهر جانم. میفهمم گفتنش بسیار آسان است، اما لطفا صبر داشته باش. خداوند بزرگ است. بیبی خدا را شکر که چت نرفته. نباید ناامید شویم جانم. ای بچه کاکای قدرت نیست ها؟ بله. ده اینجا چه میکنه؟ نه که بازم میخوای امروی قدرت جنگ کنه. توبه چطور هستی رفیق؟ خوب هستی؟ خوب هستم تشکر. تو چطور هستی؟ چتن؟ تو آمدی؟ آی بسیار خوش شدم. وظیفه من دیگه. وظیفت نه، اما اگه به خاطر دوستی ما آمده باشی بسیار خوش میشم. به هر صورت مهمی است که آمدی. حتما چیزی هم نخوردی چتن. بیا که با هم رستوران بریم یک چیز بخوریم. درست است. خدایا پیش از اینکه بمرم خوشیای اولادای خدا ببینم. قدرتم در آخرین لحظات صدای وجدان خدا شنید تو بیادر خدا پیدا کرد. تو قلبش نرم بساز خداوندا. پیش از اینکه چشمایم از دنیا بسته شود خوشیایشان برام نشان بده. لطفاً برام نشان بده که چتن و قدرت دوباره رابطشان خوب شود. اونا را یک جای بساز. قلب من راحت بساز. دعاهای مرا قبول کن. گوش کده باشی که مؤاخذ نکنی. چی میخوایی؟ را برو. تو چی میکنی؟ را برو. گفتم مرا ایلاکو. گفتمت که را برو. بیبی قدرت اختطاف میکنن بیادر. صبر که احمد. او رفت. قدرت اختطاف کردن. زنگ بزن به خانوادهش زنگ بزن. تو چی میگی بچیم؟ چی؟ بچیم تو چی میگی؟ چی شده عروس؟ قدرت بود. مطمئن هستی؟ درست دیدی؟ قدرت چیزی شده زحل. گپ بزن زحل. قدرت ما اختطاف کردن.